اینجا دروازه فرافر یا دروازه بهشت در سریعت هستش که چون کاوش باستان شناسی نشده حکایت ها در مورد زیاده. بعضیا میگن دروازه سریعت به سمت ایساتیس بوده و در مورد قدمتش حالا کمتر یا بیشتر. یکی میگه خانقاه بوده و از بین رفته. بعضیا میگن مربوط به دوره ساسانیه یا آتشکده بوده و حتی کهن‌تر از اینها از اسطوره‌های ایران سخن به میان میاد که آرش از اینجا تیر رو از کمانش رها میکنه و در کنار رودخانه جیهون اون تیر بر تنه درخت گردویی میشینه و مرز ایران و تورانیان مشخص میشه. در هر صورت هر چی که بوده امروز همین به ما رسیده و چقدر خوب و زیبا که اینو نگهش داریم و این فرهنگ جا بیفته که هیچ اثری در تاریخ و هویت ایران بی ارزش نیست. انتشار بدید تا این فرهنگ جا بیفته و اگر از اینجور ویدیوها خوشتون میاد پیج و فالو داشته باشید.